در داخل انسان دو نیرو هست. یکی نیروی پیشبرنده، دیگری نیروی بازدارنده. نیروی بازدارنده این ترس، شبهه، سستی، کار را به فردا گذاشتن و غیره است. آدمان چنین خصلت‌های زیاد دارند. آدمان 90% نیروی بازدارنده دارند. در اصل نیروی پیشبرنده را انکشاف دادن در کار، مشق کرده رشد یافتن در کار. از این رو اگر انسان دانش دارد و آن را عملی کردن نمیتواند، من چنین توصیه میدهم پیش کسی رو که این کار را میکند، با او یاردمچی شو، با او راننده شو و از او به تو سرایت میکند و او به تو الهام میبخشد. بله، تو خود از خود تغییر مییابی. این قانون حیات است. به چیزی برسی آن به تو میرسد. به چیزی زود برسی تو همان میشوی. مثال، اگر زود با یگان آدم دیندار صحبت کنی تو هم آدم دیندار میشوی. اگر زود با سیاست شناس صحبت کنی تو هم به سیاست شوق پیدا میکنی. اگر با ورزشگر تو هم ورزشگر میشوی. اگر با میلیونر صحبت کنی میلیونر میشوی. به شبهه میشوی. همه‌اش خیلی عادی است. من هم خودم را انسانی ورزشی مینامم. بله. برای آدمان زیاد، برای جوانان، برای همکاران من معلمه ورزشم. ورزش را میآموزانم. زمانی به من هم آموزانده‌اند. بله. وقتی تو پرفکسیونیست باشی، کار عالی را طلب میکنی. بله. پیوسته رشد مییابی و از دیگران همین را میطلبی. بله. این خصلت خیلی خوب است. در بیزنس بله. چرا آدمان بای میدهند؟ عامل‌های بای دادن در بیزنس خیلی زیادند. من میتوانم خطاهای خودم را گویم. من هم در بیزنس بای دادم. من در 67 نمود بیزنس تجربه دارم. جای سرمایه گذار بودم، جای خودم اداره میکردم. مجبور میشدم بعضی بیزنس هایم را بندم، بعضی اش را فروشم. آدمان با یک چند سبب در بیزنس بای میدهند. سبب یکم، بیزنس را با عقلانه اداره نمی کنند. یعنی خطرها و اقتصادیات را انیق و دقیق اداره نمی کنند. سری وقت خطرها را نمی بینند، پس از دیر شدن می بینند. یعنی ریسورس ها را اداره نمی کنند، خطرها را پیشگیری نمی کنند. سبب یکم همین است. سبب دوم، بیزنس مدل کهنه می شود. چون که بیزنس های نو پیدا می شوند. مثل کودگا؟ بله. حالا همه با فوتوآپارات های رقمی گذاشتند. و سیوم، پورتفولیو پروداکت را نو نمی کنند. برای چه هر سال نمودهای نوی آیفون می براید؟ یا چرا تمغه تویوتا نو شدن می گیرد؟ این خیلی مهم است. همش به بیزنس مدل وابسته است. مثال، سنیکرز دوام چندین سال تنها یک نوع شکلات را پیشکش می سازد، اما با بسته‌بندی های گوناگون. یا کوکاکولا چندین سال هاست که یک نوع نوشاکی را پیشکش می سازد. یا محصولات کردن در کار که آدمان دائم استفاده برند. نه، دانستن در کار که در بازار کدام موقع را اشغال می کنی. مثال، کوکاکولا در بازار نوشاکی های غیر اسپریتی جای یکم را اشغال می کند. یا سنیکرز هم در سمت خود رقم یک است. یا مکدونالدز در سمت فست فود ها. در موقع های گوناگون تو باید استراتژی های گوناگون داشته باشی. استراتژی و اصول های گوناگون. همین خیلی مهم است. عامل دیگری که باعث مرگ بیزنس می شود این است. راهبران، تاپ منیجرها تغییر نمی یابند. آنها تغییر نمی‌یابند. آنها چندی رو تاب‌آور نیستند. مثال، تلفن‌های تمغه نوکیا چرا نیست شد؟ نوکیا 84% بازار تلفن کره زمین را فرا گرفته بود. حالا باشه تخمینا 4%. چرا آن مرد؟ چون که آنها انکشاف نیافتند. آنها اندروید و غیره را پسند نکردند، رد کردند. آنها گفتند که بین ما زوریم و غیره. در آغاز صحبت چه گفتم در یاد دارید؟ اگر شما موفق باشید اکنون باید 2 برابر بیشتر خوانید. باید چندیر باشید، تغییر یابید، انکشاف یابید. به طور دیگر گوییم، یعنی بیزنس مثل ورزش است. البته به شبهه با بیزنس همیشه یگان چیزی نو رو وارد کردن در کار، سنجیده وارد کردن در کار، محصولات نو، خدمت رسانی نو، یگان کاری نو کردن در کار. اگر نوگانی وارد نکنی قفا میمونی. آدمان نوگانی میخواهند. مثال بینید، آدمان حالا ظرف‌های پیشینه، میبل‌های پیشینه، زردیواری‌های پیشینه ندارند. برای چی؟ هستن آدمانی که سالها باز با میبل‌های پیشینه در کوارتیرهای کهنه زندگی میکنند. دقت کنید. ظرف‌های پیشینه رو استفاده میبرند. من نمیگویم که چنین آدمان تماما نیستند. من میگویم که آدمان خریدن نمیخواهند خانه‌شان زردیواری پیشینه داشته باشد. آرایشات سالهای 2000 را، میبل‌های سال 2000 را نمیخواهند. تلویزورهای پیشینه را، چنین چیزها را خریدن نمیخواهند. ولی بعضی کسان دارند. ولی بیزنس با اسلوب پیشینه و کهنه پیش نمیرود. همین خیلی است. خوش‌طالعی در بیزنس مهم است. حالا میگویم من چقدر بالای خود کار کنم همان قدر خوش‌طالع میشوم. موفقیت از کجا سرچشمه میگیرد؟ بعضی آدمان فکر میکنند که موفقیت از آسمان میآید. نه، شما خودتان را موفق میگردانید. اگر شما به طور کسبی کار کنید،
آن باید در پایه معنویات باشد. آنگاه کارتان برکت و برار خواهد داشت. پایه آن باید معنویات باشد. یعنی اگر بالای خود بسیار کار کنی و معنویاتت را انکشاف دهی، کارهای خیر کنی، آنگاه موفق میشوی. بیزنس را در پایه معنویات بنیاد کردن در کار. در پایه معنویات چی معنا دارد؟ مثلا دستکشاد و نکوکار باش. مثلا بسیار کار خیر کن. معاش کارمندانت را در وقتش ده. یگان دقیقه کشال نده. این همه معنویات است. دوامش کاری کن که آدمان برای محصولات یا خدمت رسانیت سپاسگزار باشند. من چنین میشمارم که در دلخواه کار همیشه باید معنویات یا خدا ترسی باشد. این خیلی مهم است. وقتی مزاج خدمت رسانی یا محصولاتت را خرید، باید کاری کنی که او صدقاً مینه‌دار باشد. وقتی خرسند باشد، به دیگران توصیه می‌دهد. این همه در پایه معنویات می‌شود. هیچگاه چیزی را که ارزنده نیست فروختن در کار نیست. یعنی آدمانی که بیزنسی حلال نمی کنند، کارهای خیر نمی کنند، معنویات خود را بای نمی سازند، موفق نمی شوند. کاری پاکیزه و حلال کن. بیزنسی کن که مردم رحمت گویند. آنگاه حتما موفق میشوی. همین طور است. آنگاه برکت میابی، کامیاب میشوی. در اسلام برکت کلمه خیلی زیباست، درست؟ بله. یعنی اگر کس همه کار را درست کند، پس او را برکت کلان منتظر می شود. در نتیجه خیلی ثروتمند می گردد. بله. همین خیلی است. چون که نگاه کنید، بایگری را خدا می دهد، فرزند را خدا می دهد، سلامتی را خدا می دهد، دانش و شهرت را خدا می دهد. اما اگر انسان درست کار باشد، آدمان چگونه خطاها میکنند و پیش شما میآیند تا درس بیزنس گیرند. صاحبکارانی که همه چیزی داشتهشان را بای دادند. ما چنین حالتهایی را میدانیم که انسان همه چی داشت و در یک لحظه همه اش را بای داد. پیش من آدمان خیلی زیاد می آیند. یک گروهشان ضرر دیدند و گروه دیگرشان قرض دارند. من خودم هم زمان قرضدار بودم و رهایی یافتم. و حتی در سر بیچاره آدمان من همچون استاد جلوه‌گرم که بسیار کسان را از قرض رها کرده است. واقعا آدمان بیشمار را از قرض رها کردم. چون که خودم قرضدار بودم. از 174 کس و از 4 بانک قرضدار بودم. همون وقت مقدار قرضم برایم خیلی کلان بود. تقریبا 3 میلیون دلار. بیزنس نداشتم، هیچ چیز نداشتم. پرداختن دشوار بود. من فین پلیچه ها، ملیسه ها، اوباشان، کمبه، اسمبه همش را دیدم. بله، من راست میگویم. بسیار حادثه ها را پشت سر کردم. از این رو پیش من آدمان زیادی می آیند که بای دادند. ضرر دیدم، مفلس شدند. اما آدمان به کدام خطاها راه می‌دهند؟ خطای یکم چنین است: وقتی درآمد آنها بالا می رود، خراجات را تحت نظارت نمی گیرند، اداره نمی کنند، مسئولیت های کلانتر را به دوش می گیرند. یعنی خراجاتشان از درآمدشان دیده زیادتر می شود. و از هم عجیبش وقتی که کار انکشاف می یابد، آنها مسئولیت های بیشتر می گیرند. فکر می کنند که اکنون دائم همین خیر می شود. یعنی آنها کردیت های کلان می گیرند، بارهای بسیار می گیرند، بیزنسشان را کلانتر می سازند، شماره کارگرانشان را زیادتر می کنند. در نتیجه خراجاتشان یک بار زیاد می شود و از هم اساسیش خراجات دائمیشان می افزاید. یعنی خراجاتشان را زیاد می کنند؟ بله، خراجات دائمیشان را زیاد می کنند، ولی بعد خراجات دائمی می شود و درآمد دائمی نه. کردیت گرفتند، باید پرداخت کنند. درآمد هست یا نه، باید پرداخت کنند. از این رو وقتی کارشان بالا می رود، مسئولیتشان خراجاتشان را نفهمیده زیاد می کند. وقتی بازار انکشاف یابنده است، این خوب است، احساس نشونده است. و چون پست و بلند شوی سر می شود، تمام درآمد پست می شود. پس آنها چی کار می کنند؟ فکر می کنند که از یگانجا قرض گرفتن در کار تا کار را موقتا نگاه دارند. از یگانجا قرض یا کردیت می گیرند، موقتا نگاه می دارند، اما این وضعیت را باز بدتر می کند. چون که یک مشکلی دو مشکلی می شود. تنها مدت حس نمی کنند، ولی دیرتر باز به این برگشتن در کار. پس اولین مشکلی که آدمان ضرر می بینند انا همین است. مشکلی دوم این است: آنها فاند ذخیروی نمی سازند. آنها فاند احتیاطی ندارند. این مشکلی کلان است. چهارم، می توان گفت که اداره کردن نمی توانند. می دانید بیزنس این خیل است: دائم به انکشاف فروش رو آوردن در کار و خراجات را کم کردن در کار. این کار را منتظم کردن یعنی در کار. همیشه خراجات را کم کردن در کار و دائم درباره زیاد کردن درآمد فکر کردن در کار. عامل دیگری که آدمان در بیزنس بای میدهند این است که کارشان را کلان نمی کنند. در این صورت از بین می روی. یا کارت را کلان می کنی یا خود. کس باید داند که کی کارش را کلان کند. من هنگام بحران ها بیزنسم را کلان می کنم. من چون این استراتژی دارم:
یعنی وقتی که همه زیر فشار میمانند شما کارتان را فراخ میکنید. وقتی بازار انکشاف مییابد من برعکس پول را نگاه میدارم. من این را سال 2008 فهمیدم. حالا وقتی من پول کار میکنم بازار انکشاف مییابد، دیگران شادن، همه کردیت ها میگیرن، من این کار را نمیکنم، سراسیمه نمیشوم. هنگام انکشاف بازار من سرمایه جمع میکنم، قوتم را زیاد میکنم. مثل آب نیرویش را زیاد میکند. این استراتژی آب است. وقتی بازار انکشاف مییابد همین کار را میکنم. و چون بازار پایان میرود یا بازی میکند من نغزکک بیزنسم را کلان میکنم. چرا؟ میدانهای کاری دسترس میشوند، در سر آدمان ترس است و من 3 کار مهم را میکنم. یکم، بیزنسم را کلان میکنم. جایهای خوب خالی میشوند و من با نرخهای دسترس آن جایها را میگیرم، مغازه و مرکزهای سودا را. دوم چی کار میکنم؟ گروه های کاری میسازم. کادرهای بهترین سوی من میآیند با نرخ ارزان. آنها میآیند به گروه من عادت میکنند اثنای بحران و چون وضع بهتر شود آنها نتیجه های عالی نشان میدهند. سوم من چی کار میکنم؟ معاش ها را بلند میکنم. همیشه همین خیل میکنم. 3 بار همین خیل کردم. سال یکم اثنای بحران 30% برداشتم. یعنی سالی گذشته سال شما بود؟ بله، من معاش بچه ها را 100% برداشتم. معاش بعضی ها را 100%، معاش بعضی دیگر را 50-70%. به فکرتون در سر کارگر چی فکر پیدا می شود؟ او با اهل عائلش و دوستانش میشیند، همه میگویند بحران است، احوال بد است، معاش ها پست، همه منتظر میشوند که به زودی از کار میمانند و غیره. درست؟ بله. من نمیگویم که در همه شرکت های من همین خیر شد. من 24 شرکت دارم. تخمینا در 20 شرکت هم همین کارا کردم و نتیجه این عالی است. این مصلحتی خیلی خوب و فایده‌ناک است. برای آن که در حقیقت آدمان به هر حال این خیلی فکر میکنند. بحران محکم کردن در کار و همه محکم میکنند. بله اگر حالت خوب باشد همه بیزنسشان را کلان میکنند. سوال آخرین. من میدانم که شماره شاگردان شما در تمام عالم خیلی زیاد است. شما در قزاقستان هم بیزنس دارید. تشکر. در بیزنس امروز از همه مهم چیست؟ امروز در بیزنس از همه مهم تنها یک چیز نیست. یک چند پدیده های مهم هستند. مثال حالا میگویم، مثال ما گفته نمیتوانیم که دیل مهم است یا مغز سر یا دیگرش، همشان در کارند تا این سیستم کار کند. درست؟ بله. حالا در بیزنس موافق فهمیش من یک چند چیزها مهمند. یکم، رقابت پذیری آن. این یکم، رقابت پذیری گفته من در نظر دارم که باید گروه ثمره بخش باشد، بیزنس مدل ثمره بخش باشد، اداره کنی ریسورس ها ثمره بخش باشد، بیزنس باید تکنولوژی و رقمی کرده شده باشد. همه این چیزها در یک جایگی بیزنس را رقابت پذیر میگرداند وگرنه رقابت میکشد. این خیلی مهم است. اما مکانیزم اساسی این است: خریدار باید شما را انتخاب کند، چون که پول را خریدار میدهد. خریدار باید شما را انتخاب کند. خریدار کی شما را انتخاب میکند؟ وقتی شما بهترین باشید، وقتی شما با او چیزی دهید که در دیگر جای یافته نمیتواند، وقتی شما با او چیزی دهید که موافق فهمیش او. این از روی انصاف است. از روی انصاف؟ بله، موافق فهمیش او. این نرخ از روی انصاف است، عادلانه است و غیره. یعنی همراهی بار تو یگان خیلی ارزش میدهی. بله، او آماده است به بار با همین نرخ پول دهد. وقتی ارزش بار از نرخش بالاتر است پس او میخرد. بله، اون میخرد. آیا حاضر برند شخصی مهم است؟ خیلی مهم است. برند شخصی خیلی مهم است. حالا وقتی همین است، مثلا ببینید در تمام دنیا همین خیلی است. آدمان آیفون میخرند و استیو جابز به یادشان میآید. و یا ببینید که برند شخصی ایلون ماسک چه خیلی استفاده میشود برای برداشتن ارزش و آن به بازار تأثیر جدی میرساند. با آن وابسته است بازی بازار. در ساختن بیزنس 2 مدل موجود است. طبق مدل یکم ژاپن ها کار میکنند، طبق مدل دوم امریکایی ها. امریکایی ها برندهای شخصی میسازند، ژاپنی ها نه. مثال تا حال نمیدانیم که دیرکتور تویوتا کیست یا سانی را کی اداره میکنند، ما تصورات نداریم. ولی ایلون ماسک یا استیو جابز و یا جف بزوس همشان را ما عمیق میشناسیم. بله. کی صاحب کدام بیزنس است و غیره. چرا مدل امریکایی به طور خود خوب است و مدل ژاپنی به طور خود خوب است؟ هر دویش هم در بازار ثمره بخش است. مدل امریکایی در رابطه با برند شخصی کار میکند و کپیتالیزاسیون برند را میبردارد.
японҳо бошанд мегӯянд ки агар ҳамаро ба шахсият пайвандем пас аз марги шахсият сармоя метавонад афтад. Бизнес ҳам метавонад бимирад. Сармоя метавонад якбора афтад. Вале мо мебинем ки Стив Ҷобс мурд, аммо айфон намемирад ку. Коро давом медиҳад. Мо инро ҳам мебинем. Ман чунин мешуморам ки ин ё он хел чӣ кореро ки метавонӣ бикун. ولی عالی می شود اگر برند شخصی ساختن را از امریکایی ها آموزیم و سیستم دائمی عمل کننده ساختن را از ژاپن ها یاد گیریم. مکمل سازی ها؟ ولی پیوسته مکمل سازی سیستم ژاپنی ها. هر دویش هم به طور عالی کار می دهد. ما امروز معلوماتی خیلی زیاد، مصلحت و توصیه های عالی گرفتیم. دوستان، در بحران کارو کلانتر میکنیم، فراخ میسازیم، پیش میرویم و عموما من امروز خیلی راحت کردم. زیرا درباره آن فهمیدم که من خودم آدمان را تشویق کردم میگویم که خوانید. من خودم میبینم آدمانی که دائم میخوانند با آنها صحبت کردن شوق‌آور است. مهم نیست که آنها چند سالند، 70 80 30. انسانی که دست به کار است، انسانی که میداند حالا چی در ترند است، چطور انکشاف یافتن ممکن. با چنین کسان صحبت کردن جالب است. با شما هم صحبت شوق‌آور کردیم. در واقع به فکرم به شما نگفتم. من بیش از 60 شاگردانم را میلیونر کردم. میلیونرهای دلار؟ بله. نیمی آنها در یک ماه 1000 2000 3000 دلاری کار میکردند. حالا آنها میلیونرند. یعنی کپیتالیزاسیون یا گردششان درآمدشان میلیون است. من بیش از 60 شاگردانم را میلیونر کردم. میخواهم این شماره را به 100 رسانم. 100 شاگردی میلیونر تربیت کنم. همه شاگردانتان از قزاقستانند؟ آنها از قزاقستان، ازبکستان، روسیه و کشورهای گوناگونند. برای اکثر آدمان یکمین بار 1 میلیون دلار کار کردن خیلی وزنین است. وقتی به این درجه رسی کمی پول پیدا میکنی و میتوانی کادرهای بهترین را جلب کنی و طبیعی است که کارت خیلی سبک میشود. تشکر زیاد. امروز با ما بودن سعید مراد دولتوف. با اینستاگرام و یوتیوب کانالشان ابونه شوید، درس‌هایشان را گوش کنید و کتاب‌هایشان را خوانید. شما 24 کتاب دارید؟ 22 کتاب دارم. پس باز می‌نویسید؟ بله. حالا بالای 2 کتابی نو کار کرده ایستادم. امسال کتاب من سرمایه‌گذار و 25 پیام راهبر را آماده کرده ایستادم. مهمش نیستید و پر از الهام باشید. امروز من معلومات خیلی زیاد و شوق‌آور گرفتم. با فکرم بینندگان نیست. تشکر زیاد. با ما بودن سعید مراد دولتوف، استاد بیزنس از شرق.